بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. یک نفر یک مسلمان را میگوید یا کافر، یکی دشمنی الله ای کافر میگوید. در اینجا حدیثی که در بخاری مسلم اومده است از حضرت ابن عمر رضی الله عنهم اومده است. میگه گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه هر وقت که یک مرد میگوید برای برادرش یا کافر فقط باء بها احدهما، یعنی که به تحقیق همون یکی از آنها در همون سخن گفتگی واقع می شود. فین کنه کما قال، اگر همون یک کافر گفتی همون کافر باشد در حقیقت سخن تو طغرا میگیرد. و الا مگر که یک نفری که کلمه شهادت میگد، نماز میخواند، روزه میگیرد، یگان گپ های کفر نگفته است اصلا، مثلا میگه که کافرش میگه و الا رجعت علیه، همون گپ بالای خودش برمیگردد. در اینجا علما میفرمایند که همین یک نفر کافر میگه، مشرک میگه، مثلا یک نفر یک گپای حکم میکند، در حقیقت اون مسلمان است. همه مسلمان میدونن که اون مسلمان است. همون کلمه که از دهان تو برآمد با بالای خودت برمیگرده، تو کافر میشه، از دین میبرز. همچنان که میگه به اهل علم که اسلام بگیم که از بدن چه پوست کرده میبرد، همین خیلی واقع میشه در بالای تو اسلام میبرد، کفر بالای سر خودت میاد. حضرت ابی ذر رضی الله عنه روایت است که به شک میگه که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله میگوید من دعا رجلا یا بالکفر، یک نفر فریاد میزند، ندا میکنه یک مرد ای کافر میگه، ای مشرک میگه، هازی گپا علاوه که در بین مردم عادی شد، به خاطر فرقه های تکفیری بسیار شدن، کافر و بدعتکار و مشرک و دیگه گپا عادی شده هستند. اعوذ بالله، این بسیار گپا های بد هستند، در اسلام من شده هستند. اینا در بالای مسلمان به تشویش استفاده میکنن. یک نفر فریاد کنه میگه ای کافر بگد، یا که بگه عدو الله، دشمنی الله بگه، ولیس کذالک، این خیلی نیست، او دشمنی الله نیست، در حقیقت کافر نیست. نگم خیلی گفته است تهمتش کرده است تکفیری، میگه ولیس کذالک، این خیلی نیست، الا حار علیه، همو بر میگرده صحبت کردگیش به بالای خودش، هم سخن کردگیش که کافر گفت، دشمنی الله گفت، این همون گپ‌هاش بالای خودش بر میگردد. در حقیقت گروه تکفیریت زیاد شده هست، همه را کفر میکنن و همه را اهل بدعت و شرک و دیگر چیزها حکم میکنن. اینها معلوم هستند که آخر زمان بسیار این فتنه ها زیاد شده است. تکفیری دعوا میکرد تا همین سالها را بگیم که تا 2-3 سال پیشکی میگفت که ما یک گروه اهل سنت و جماعت هستیم، خلاص دیگر همه گروه ها بدعت هستند و شرک هستند و 72 گروهی که دوزخ میدونن شما هستین. گفتم خیلی تهمت میکنن اهل سنت و جماعت، خود اهل سنت و جماعت میگیرن. الان همه 72 گروه دیگه هستن خودشون تقریبا. گروه تکفیری یکی از مثلا که مدخلیت و دیگر همین خودش اصلا مدخلیت خودش علاقه 12-13 گروه دیگه هستند و دیگر که اونهایش که دعوای جهادیت میکنن اونها دیگه چند گروه دیگه هستند و دیگرش که مثلا میخوام گروه ها علاقه زیاد شده رفته هستند به خاطری که هست بعضی اهل علم میگن که همین 72 گروه از همین ها شاید پر شود، چون که هست فتنه هایی که در همین زمان شده است. مسلمان دیگر یک جا نشستن نمیتوند و فتنه های و یک خلاف های را شروع کردن که فرض های نماز نمیدونن هم را سوال کنی، اما کافر گفتن، مشرک گفتن دیگه در آنها عادی هست. و همون خاطر زبانش نباید مسلمان ها از این چیز نگاه بدارن که همون کفر بالای همون نفر خودش برمیگردد، اون کافر میشه و خودش دشمنی الله در نامه عملش نوشته می شود و روز قیامت بعد خبردار می شود که این کلمه قبیح بوده است و این کلمه که بسیار کلمه درشت بوده است. این استفاده کردن جایز نیست برای مسلمان. همون نفر و همون حکم هایی که الله و رسول حکم کرده باشه هم حکم کرده می شود و همون قاضی حکم میکنه، حاکم حکم میکنه. امروز طالب علم که کمتون یگان گفته چی فقه ریال و فقه دلار خواندگی هستن، بعد دیگه هم را حکم میکنه. الله ستر کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.